تو پیش اومده که مربی ازتون بخواد که یه روزایی رو اکیدن نرم و دوید و شما با شدت و سرعت بالاتری دویدید و مربیتون رو احتمالاً عصبانی کردید. دو تا نکته رو میخوام بهت بگم که اگه بدونی از این به بعد حتما رعایت میکنی، نرم میدوی وقتی مربی ازت میخواد. اینجوری میتونم بهتون بگم که وقتی داری توی سرعت پایین و شدت پایین تمرین میکنی، توی زون 2 و 3 و افزایش تعداد میتوکندری کمک میکنه. میتوکندری کارخانه تولید انرژی در سلوله، یعنی جایی که چربی ها میرن در نهایت داخل میتوکندری و در نتیجه انرژی تولید میشه. پس هر چه تعداد میتوکندری ها بالاتر باشه، انرژی بیشتری تولید میشه. حالا بهبود رکوردتون چه در ماراتون ها چه در دونده های 10,000 و استقامتی ها به مقدار زیادی به افزایش تعداد میتوکندری و افزایش کارایی میتوکندری های شما مربوط میشه. در ورزشکاران مبتدی با نردبی ها تعداد میتوکندری ها افزایش پیدا میکنه. در ورزشکاران نخبه بعد از اینکه تعداد به حد قابل قبولی رسید، حالا کارایی اونها افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه میتوکندری شما تا الان مثلا داشته با 50% توان خودش کار میکرده، با این نرم‌رویای شما میتونه با 70% توان خودش کار بکنه. اگه مربیتون ازتون میخواد که نرم‌روی کنید، حتما گوش بدین. این ارتباط مستقیم داره با افزایش تعداد میتوکندری و یعنی انرژی بیشتر حین تمرین کردن و دویدن و دیرتر خسته نشدن. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه.